قاعده هفتم: قابلیت به دست آوردن را زیاد کنید. شاگردانم، امروز می خواهم در مورد یکی از حیاتی ترین چاره های درمان یک همیان خالی صحبت کنم. در مورد طلا صحبت نمی کنم، بلکه در مورد شما صحبت می کنم. در مورد مردانی که در لباسای رنگارنگ در مقابل من نشسته اید. در مورد شما با افکار گوناگون در سر که باعث موفقیت یا شکست شما در زندگی می شود. ارکد در روز هفتم ذهن صنف را این گونه متوجه درس کرد. چند وقت پیش جوانی برای قرض گرفتن پیش من آمد. وقتی از او در مورد سبب قرض گرفتنش سوال کردم، توضیح داد که درآمدش برای پرداخت خراجاتش کافی نیست. من به او توضیح دادم که او یک مشتری ضعیف برای وام دهنده محسوب می شود، زیرا او ظرفیت هیچ درآمد اضافه را ندارد تا وامش را پس بدهد. به او گفتم: مرد جوان، چیزی که شما به آن نیاز دارید درآمدی بیشتر است. چه کاری می توانی برای افزایش درآمدت انجام دهی؟ او جواب داد: تنها کاری که من می توانم انجام دهم این بود که 6 بار در 2 ماه اخیر نزد رئیسم رفتم و از او خواستم تا معاشم را افزایش دهد، ولی موفق نشدم. هیچ کسی دیگری مثل من برای این کار پیش رئیسش نمی رود. ما ممکن است به سادگی او بخندیم، در حالی که یکی از بزرگترین ابزارها برای افزایش درآمد در او بود. اراده قوی برای درآمدی بیشتر، اراده خاص و ستودنی. اولین پیشرفت باید در اراده شما باشد. خواسته های شما باید قوی و مشخص باشد. خواسته های کلی تمایلات ضعیف و زودگذر هستند. برای یک انسان آرزوی ثروتمند شدن هدفی ناروشن است، ولی به دست آوردن 5 قطعه طلا هدفی ناروشن و دست بافتنی محسوب می شود. وقتی که با قدرت و پایداری در رسیدن به هدف به آرزویش در مورد 5 قطعه طلا رسید، سپس می تواند راه‌های مشابه برای رسیدن به 10 تنگه و سپس 20 تنگه و در نهایت هزاران تنگه پیدا کند و بدین گونه ثروتمند شود. در روند آموزش رسیدن به یک هدف کوچک و مشخص، او می آموزد که چطور اهداف بزرگتر را پیگیری نماید. این روند است که ثروت طی آن جمع می شود. ابتدا از مقدار کوچک و سپس وقتی که شخص آموخت همچنین توانایی پیدا کرد در مقدار بزرگتر. هدفها باید ساده و مشخص باشند. اگر آنها زیاد حیران کننده و خارج از توانایی های فرد باشند، با اصل وجود خودشان به مقابله می پردازند. وقتی شخص خودش را در کارش بهترین می کند، توانایی هایش باعث ایجاد درآمدی بیشتر برای او می شوند. آن روزها که در عوض چند تنگه در روز به عنوان کاتب روی لوحه های گیلی حکاکی می کردم، می دیدم که کارگران دیگر سختتر از من کار می کردن و بیشتر نیز مزد می گرفتند. بنابراین تصمیم گرفتم که بیشتر از همه آنها کار کنم و به زودی متوجه دلیل موفقیت بیشتری آنها شدم. با علاقه و دقت و ایستادگی که من در کار نشان دادم، دیگر افراد کمی می توانستند در یک روز لوحه های بیشتری نسبت به من حکاکی کنند. با سرعت منطقی، مهارت و پشتکارم با پاسخ روبرو شد و لازم نبود برای درخواست زیاد نمودنی معاشم چند بار نزد رئیسم بروم. هرچی دانشی بیشتری داشته باشیم، درآمدمان ممکن است بیشتر شود. مردی که به دنبال یادگیری بیشتر در پیشه خود باشد به شدت پاداش میگیرد. اگر صنعتگر باشد میجوید تا راه‌ها و ابزارهای بهتری را در پیشه خود به دست آورد. اگر به کار قانونی یا طب مشغول است، با افراد دیگر در پیشه خودش تبادل اطلاعات میکند. و اگر بازرگان باشد میجوید تا متاعهای بهتر با قیمت ارزانتر پیدا کند. همیشه تلاش‌های انسان باعث تغییر و پیشرفت می شود، زیرا انسان‌های باهوش همیشه به دنبال مهارت‌های بهتر برای ارائه خدمات به مشتریان خود می باشند. بنابراین به همه پیشنهاد می کنم تا در خط اولی پیشرفت باشند و ساکن نمانند تا عقب بیفتند. چیزهای زیادی در اثر تجربه به غنی شدن زندگی انسان کمک می کنند. چیزهایی مثل مواردی زیر که اگر انسان برای خود ارزش قائل باشد به اینها پایبند می گردد. او باید تمام قرضهایش را با دقت تمام پرداخت کند، نه اینکه برای پرداخت هزینه هایش وام بگیرد.
باید نگهبان خانوادهش باشد تا در موردش خوب فکر کنند و سخن بگویند. باید وصیت‌نامه بجا بگذارد تا وقت مرد ثروتش عادلانه تقسیم شود. باید نسبت به کسانی که از بی‌طالعی ضرر دیدند و دچار آسیب شده‌اند مرحمت داشته باشد و در حدود منطقی کمکشان کند. برای کسانی که برایش عزیز هستند همیشه تدبیر عاقلانه‌ای داشته باشد. بنابراین هفتمین علاج برای یک همیان خال این بود: برای قدرت خود حساب کنید. بیاموزید و عاقل‌تر شوید، ماهرتر شوید و طور رفتار کنید که برای خودتان قابل احترام باشید. باید برای به دست آوردن اهداف بدقت تعیین شده در خود اعتماد به نفس ایجاد کنید. اینها 7 قانون برای علاج یک همیان خالی بود که من طی یک دوره طولانی زندگی موفق اینها را به دست آوردم و در اختیار هر انسانی که آرزوی ثروت را دارد میگذارم. شاگردانم، طلای زیاد بیشتر از آنچه که فکرش را بکنید در بابل وجود دارد. برای همه به اندازه کافی وجود دارد. پیش بروید و حقایقی را که آموخته تجربه کنید تا موفق و ثروتمند شوید که این حق شماست. پیش بروید و این حقیقت ها را به دیگران نیز بیاموزید تا هر انسان شایسته در حوزه فرمانروایی اعلی حضرت در پهنایی فراخ ثروت شهر دوست داشتنی ما آزادانه سهیم باشد.